سلام دام الله حاجی میرزا، خواهش دارم همین جمعه جواب بگویید که این مکتوب را من به دست همسایه امان روان میکنم. دادرم به مسکو رفتنی شد، پول نیافت. پیش شوهر من آمد. شوهرم در اصل همان پولی طلب کرده او را نیافت، لیکن من از جاهلی او را مجبور کردم که برای دادر من پول بیاورد. شدیم جنگ. عاقبت مرا زد و گفت طلاقت کردم. باز قهرش پس نشد، گفت 3 طلاقت کردم. داملا پشیمانم از کارم، چیکار کنم؟ 3 کودک دارم. آیا روایت دارد یا روایت ندارد؟ یک خواهر اسلامی شما از شهر فلان. یعنی این خواهر به خاطر دادرش گوییم که مبلغ لازم بود است که برای کار کردن رود و این دادر از شوهر طلب میکنه. شوهر در اصل میگه این خواهر پول نداشت، لیکن از جاهلی ما شدیم جنگ. عاقبت این مرد ما را طلاق داد، باز گشت و قهرش پس نشده بود 3 طلاقت کردم. 3 کودک دارم، چیکار کنم؟ من جمعه گذشته کمی هم که بود در اطراف احترام شوهر برای همه خواهر دخترها کمی بیان کردم. باز میگویم که حبیب خدا میگوید دادرای عزیز خیلی با دقت باشید. این سخنها را دانه به دانه گرفته به نزد زنهای خود، به نزد خواهرهای خود، به نزد کلینهای خود، به نزد همون گویم خواهرکایی که امروز شوهر دارند برای آنها رسانید که حق شوهر چیست. حبیب خدا می فرماید اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها و اعظم الناس حقا علی الرجل امه. حبیب خدا می گوید ای طایفه زنها، ای زنهایی که امروز صاحب شوهر هستین، خطابه به سوی زنهای صاحب شوهر هست. ای زنهایی که شوهر دارین، فراموش نکنین که بزرگترین حق بالای شما حق شوهر است. از همه بزرگترین حق بالای تو حق شوهر است. حتی حق پدرت نیست، حق مادرت نیست، حق معلمت نیست، حق داملای محلت نیست، بلکه حق شوهر بالای تو میسته. از همه این حق ها دیده بالای تو اولین حق شوهر دارد. از این خاطر باید حق شوهر را پایمال نکنی. مادامی که حق شوهر را که پایمال کردی، خداوند این گونه غضب ها دارد. به خاطر یک گویم چند مبلغ یک حیات شیرینی که در بین شما چندین سال دوام داشت امروز کنده شد. به خاطر چی؟ به خاطری که تو حق شوهر را رعایت نکردی، تو با شوهر معامله خوب نکردی. من باوری دارم که بسیار عیبها امروز از جانب خواهرهای ماست، بسیارش. اگرچند در این بین جوانهای بد اخلاق هم وجود دارد، اگرچند در این بین مردهای گویم ظالم و مردهای نادرست فهم هم وجود دارد، لیکن اکثریت از جانب خواهر دخترها، اکثر عائله ها ویران می شود. این چنین همین خواهرم اگر من تفتیش کنم میایم باور کن به خلاصه ای که همین خیلی گویم که یک درد دل همون شوهر بیدار کرده است که شوهر این آدم 2 بار روی هم طلاق داده است. این خیلی در این جگان جنجال و خیلی گپ‌های نادرست از جانب این خواهر ما صدا دادگی هست. و این خاطر فراموش نکنیم که باز میگویم که بزرگترین حق بالای هر یک دختر شوهردار حق شوهرش میسته. حتی اگر مادر یا پدر حقوق ندارد که زن به اجازت شوهر خانه خودشان برند. خانه ای که 18 سال تربیه کرده است یا 20 سال در همون خانه تربیه کرده است، به اجازت شوهر دستی او را گرفته خانه بردن نمیتواند. این از حکم شریعت. حضرت عبدالله ابن عمر خدا رحمت و مغفرتش کند،
یکی از راویای خیلی زیادی حدیث پیغمبر است، 1630 حدیث حبیب خدا را عبدالله ابن عمر ابن الخطاب بچه حضرت عمر روایت کردگی است. و حضرت میگوید که حبیب خدا گفتند یا معشر النساء. ببین یک طایفه زنها، یک گروهی خیلی زنها زیاد بود، حبیب خدا به نزد این زنها رفت گفت یا معشر النساء، ای گروه زنها، تصدقنا و اکثرنا من الاستغفار، ای جمعیت زنها بسیار صدقه کنید و بسیار استغفار به سوی پروردگار کنید. حبیب خدا به زنها گفت صدقه زیاد که گپ نزنید، صدقه زیاد کنید و استغفار به سوی پروردگار کنید. فإني رأيتكن اکثر اهل النار. حبیب خدا گفت زیرا که من در دوزخ اکثر اهل دوزخ دیدم از طایفه زنها بود. حبیب خدا در شب معراج میگوید اکثر اهل دوزخ من در دوزخ دیدم همه زنها بود. از این خاطر شما صدقه زیاد کنید و به سوی پروردگار زاره و تولا زیاد کنید. قالت امرأة منهن ما لنا اکثر اهل النار. در دوام حدیث حبیب خدا چی گفتن؟ میگه یک زن از بین این طایفه خیست و گفت ای حبیب خدا اکثر اهل دوزخ زنها بود؟ گفت بله اکثر اهل دوزخ زنها بود. برای چی اکثر اهل دوزخ زنهاست؟ از حبیب خدا پرسید. حبیب خدا چی گفت؟ تکثرن اللعنه و تکفرن العشیر. زیرا شما گفت ای خواهر دخترها دو عیب دارین، گفت لعنت بسیار میگوین و این شوهری که بهترین نعمت است حق این پایمال بکنید. و این خاطر شما اکثر اهل دوزخ تشکیل دهنده از همین خاطر است که لعنت زیاد میگوید، ولی بسیار زنهای شوهردار به سوی فرزند خودش لعنتی میگوید یا پدر لعنت میگوید که پدر او شوهر این است، حق بزرگ دارد. بالای او چی میگوید؟ لعنت بر پدر تو. شما لعنت زیاد میگوید و تکفرن العشیر. حبیب خدا گو حق شوهرها را تو را پایمال بکنید. از این خاطر اکثر اهل دوزخ از طایفه زنها دیدم. حضرت علی را هم حکایش است، میگه دخلت انا و فاطمه على النبي صلی الله علیه و سلم و وجدناه بکاء شدید. ببین یبکی بکاء شدید. حضرت علی میگوید بار با همراهی دختری حبیب خدا فاطمه. شما میدونید که حضرت علی داماد حبیب خدا بود، شوهر فاطمه دختر دوستدار حبیب خدا بود که میگوید در چهره از حبیب خدا هیچ دیگرگونی نداشت، بنیاد با حبیب خدا مانند بودم. میگوید بار دست فاطمه را گرفتم و خانه خسور خود پدر یعنی فاطمه حضرت رسول اکرم آمدم و وجدناه یبکی بکاء شدید. آمدم که مثل کودک گریه دارد، بسیار یک گریه سخت داشتند. فقلت یا رسول الله فداک امی و ابی. حضرت علی میگوید وقتی گریه حبیب خدا را دیدم خیلی ناراحت شدم، فکر کردم از دست یگان نصرانی باشد، از دست یگان یهودی، یگان رنجش در حبیب خدا پیدا شده باشد. گفتم ای حبیب خدا پدر و مادرم فدای تو باد، ما الذی ابکاک، چی شد که تو اینقدر گریه داری؟ حبیب خدا گشته و به جانب فاطمه و جانب علی چی گفتن؟ گفتن زمان همون شب معراج یادم آمد، شبی که حبیب خدا پیش خداوند رفته بود، سیر جنت و سیر دوزخ کرده بود. گفت همون زنهایی که در عذاب دیدم همونها پیش خاطرم آمد، دیگر هیچ طاقت ایستادن نکردم، برای زنهای امتم گریه میکنم. فاطمه وقتی که نام زنها را که شنید در حال از حبیب خدا پرسید ای پدر عزیز، گفت چگونه زنها دیدی و چگونه عذاب دیدی؟ خواهرای عزیز انشاءالله من باوری دارم این صدای من شاید به گوش اونها رود، این سخن حبیب خداست. رسول اکرم گفت دیدم یک گروه زنها را دیدم که از مویهای سر آویزان بودند، از مویهای سر آویزان بودند. دویم گروهی را دیدم که از زبانها آویزان بود، در حلق اونها چرک و زقوم همون دوزخ ریخته میشد. سوم طایفه را دیدم که پایهایشان بر راست سینه ها آمدگی و دست ها در پس سر بستگی
ما رو کشدم اونها را عذاب میداد. چهارم طایفه ای که دیدم فقط از سینه ها کشال بودن. پنجم طایفه دیدم سرها سری خوک بود، بدنها بدن خر بود. لیکن هفتم طایفه ای که دیدم همگی زنها مثل سگ بودن. این حالت دیدم، عذاب اونها را دیدم. از جبرائیل پرسیدم ای جبرائیل این طایفه چی طایفه باشد و چی عذاب، از بحر چی اینها را خدا اینقدر عذاب بدهد؟ حبیب خدا را جبرائیل چی گفتن؟ اینها میبینی که از مویهای سر کشالن، اینها دخترهای هستن که در دنیا نام مسلمانی داشتن رای که روی مال نداشتن. اینها سرهای لوچ بودن. از مویهای زیبای اینها تا جایی که شوهرها راحت کنن مردهای بیگانه راحت میکردن. از این پریچاسکه هایی که اینها برای پیدا کردن و برای آماده کردن زنا چقدر زیبا پریچاسکه ها میکردن، اینا همون طایفه های هستن که در دنیا موی سری خدا مردهای بیگانه را نشان دادن. اینها را خدا به همین خاطر از مویهایشان آویزان کردن. گفت دویم طایفه ای که از زبان کشال بودن. فاطمه میپرسد اونها چی گونه بودن؟ حبیب خدا گفت اون زنهایی که از زبان کشال بودن و در حلق اونها زقوم و زرداب دوزخ ریخته میشد، زنهای بودن که با این زبان در دنیا شوهرها را آزار میدادن، با شوهرها جنگ و جنجال میکردن، شوهرها را لازم میشد دهنی اونها گفتن نام میبردن. امروز جوانای ما اونقدر با ایمان شدن که از من سوال میدهد اگر زن گوید که در دهنت فلان کنم طلاق میشود یا نمیشود؟ من میگم همین معامله را کی کرد؟ نگاه عائله من بر من کرد. تو چی؟ من طاقت میکنم و صبر میکنم و زندگی با این زن میکنم و این زن را تربیه میکنم. ببین این از زبان جوانهایی که امروز الحمدلله گویم که ایمان کامل دارن، از زبان همون جوانها صادر میشود. همین زنهایی که از زبان آویزانند زنهایی بودن که در دنیا شوهرها را آزار میدادند. شاید این صحبت من با یگان طایفه زنها نفارد، لیکن همون زنها ایستاده همین سخن پیغمبر خدا را کمی مقایسه کنند که آیا کدام مرد میخواهد که زن او را آزار دهد؟ کدام مرد میخواهد؟ همه وقت مرد میخواهد که زن او را نوازش کند، سخن خوب گوید، برای طعام خوب پزد، برای او لباسهای او را تازه کند، برای این شوهر دادر و پدر و مادر را احترام کند. همه شوهر اینا میخواهد. دویم طایفه ای که آویزان بودن از زبانها زنهایی بودن که چی بوده است؟ شوهرها را با این زبان آزار میدادند. فاطمه میگوید پرسیدم ای حبیب خدا زنهایی که تنها از سینه ها کشال بودند اونا چه عذاب داشتند؟ گفت اونها از چشم شوهر در خلوتی زنا میکردند، شوهرها را که دور میدیدند در حال زنا را برپا میکردند، با مردهای دیگر رفت آمد میکردند. از این خاطر این زنها را خداوند از سینه هاشان آویزان کردند. حبیب خدا را پرسید اون زنهایی که سرها سری خوک و بدنها بدنهای خر شدگی اینها چی گونه زن بودند؟ گفت اینها در دنیا با شوهرها سخن دروغ میگفتند، شوهرها را فریب میدادند، بازم این کوچه مردم کوچه را فریب میداد و سخن چینی میکرد، سخن یک زن میگرفت در پیش زن دیگر میبرد. از این خاطر خداوند با این معامله بد با او مراسا کردند. زنهایی که مثل سگ بودند اینها چیکار کردند؟ اینها در دنیا بخیل بودند، اینها در دنیا حسد داشتند. وقتی بهبودی در خانه شوهر را میدید در همو بخیلی میکرده است، در همو حسد میورزیده است که شوهر من از دادرم دیده و از برادرم دیده بایتر است و خوشرویتر است و زیباتر است. از این خاطر خداوند این زنها را با این حیوان چیکار کرد؟ مبدل گردانید. از این خاطر من این صحبت بحر چی کرده ایستادم؟ به خاطر که خواهرهای ما بیدار شوند که حق شوهر بلند است. من نمیگویم که زنها حق ندارند. ما درباره حقوق زنها قریب 4-5 جمعه صحبت ها داشتیم که زنها چقدر حق بلند دارند. منم طرفدارم که شوهرها زنها را احترام کنند، زنها شوهرهاشون را احترام کنند. خواهرای عزیز وقتی که تو معامله درست با شوهرت میکنی، دختری تو فردا با همون دامادی که میشود با همون مثل تو معامله میکنه. این بسیار یک تأثیر کلان دارد.
در خانه اگر شوهر زبانی خوب داشته باشد، زن زبانی خوب داشته باشد، بچه ها با تربیه می شود. یکی وقتی در خانه شوهرم داشتم، زنم به حرمتی که کرد، عاقبت همه فرزندای شما با کلین و با داماد شما این چنین معامله میکنند. از این خاطر بسیار خوب میشد که زنها امروز اطاعت کننده شوهر شوند. برای ما همین زنهایی که شب روز در تلویزیون ها نشان میدهد پدای کوچه های پایتخت پر از دخترهای بی معنی شده، پر از دخترهایی که گویم امروز جامعه تاجیکستان فساد دارند. همین تاجیکستان ما پر شده است. بس است، بگذارین شما زندگیتان زندگی حلال باشد، بگذارین از شما فرزندکای خوب به دنیا آید، شما آینده راحت این فرزنداتان بینید. حبیب خدا میگوید که یستغفر للمرأة المطیعة لزوجها. تماشا کنین، زنی که اگر شوهرش اطاعت میکند، طلب مغفرت میکند از برای او، کی طلب مغفرت؟ الطیر فی الهوا. انامین آسمان در کبوترایی که میبینین، آسمان در گنجشکایی که میبینین، همین آسمان در هر پرنده‌ای که نباشد، حبیب خدا میگوید اونها دعا میکنن که خدایا مغفرت کن همون زنی را که شوهرش اطاعت میکند. بین پرنده های آسمان برای که زنی که شوهر اطاعت میکند طلب مغفرت میکند. باز که والحیتان فی الماء. برادرای عزیز، این هزل نیست، این افسانه نیست. در بحر چند عدد ماهی است. ببین میلیارد ماهی در زیر بحرها وجود دارد. حبیب خدا گو همه ماهی ها در دعاشون دعا میکنه در حق زنی که اطاعت کننده شوهر است. میگوید خدایا مغفرتش کن. تماشا که وقتی پرنده در حق دعا میکند، ماهی در زیر آب دعا میکند، والملائکه فی السماء. حبیب خدا میگوید ملائکه هایی که در آسمانند عدد ندارند در حق زنی اطاعت کننده دعا میکنند. والقمر و شمس، آفتاب و ماهتاب در حق زن اطاعت کننده دعا میکند. ما دامت فی رضای زوجها. تا زمانی که زن شوهر راضی باشد در حق این زن همه آن چیزی که نام بردم حبیب خدا بود در حقش دعا میکند. بسیار خوب میشود که خواهرای عزیز، نه برای دادر جنگ کن، نه برای برادر جنگ کن، نه برای خواهر جنگ کن، نه برای مادر و پدر جنگ کن. همیشه احترام شوهر تا بجا بیار. همیشه هر چیزی که نقشه که میکشد از نقشش بیرون نشو. خاطر فرزندکات، خاطر روز قیامتت، خاطر روز گویم که قبرت، همه اینا را پیش چشم بیارو. خاطر هیچ کس نبین، خاطر شوهر تا ببین. شوهر تا احترام کن. اگر من باوری دارم همین خواهر که 3 کودک دارد، از پشت همین دادر که جنجال کرده است، 1 هفته در خانه همین دادر بیست، باور که همین دادر خودش از خانه پیشت میکند، میگد برای من تو در کار نیستی. این معامله را در این حیات هممون دیدیم. همون خواهرمون که بیوه میشود، همون خواهرمون که گویم طلاق از شوهر میگیرد، هیچ کدام ما و شما روی دیدنش نداریم. هیچ کدام ما و شما آن معامله و مراسایی را که شوهر با او میکند هیچ دیگر اولاد اجداد با او نمیکند. و این خاطر به خاطر هیچ اولاد اجداد به شوهرهاتون دلسیایی نکنید. شوهرهاتون احترام کنید و قدر شوهرهاتون رسید. یک زن آمد، خدا رحمتش کند، همون زنها را کجاست شد؟ همون زنها برای چه همون زنها دیگر تولد نمی شود؟ برای که امروز همون زوادها ویران شده. زن به منزله زواد است. زوادهای خوب بود در دورش، تولدهای خوب میکردن، فرزندهای خوب به دنیا می آوردن. برای که زنها خودشان با حیا بودن، زنها خودشان خدا ترس کی بودن، فرزندهای خوب تولد میکردن. برای چی امروز مردم سوال میداد سعدی تولد نمی شود، حافظ شیرازی تولد نمی شود، ابو علی ابن سینا تولد چرا نمی شود دیگر؟ برای که زوادها ویران شدند، برای زنها بی حیا شدند، برای زنها دیگر از خدا نمی ترسند، برای اینا دیگر فرزندهای خوب خدا نمی دهند. زنی بود میگه نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا میخواهم شوهر کنم، شوهر میکنم، لیکن ای حبیب خدا تو معلم ما هستی، تو شفاعت کننده هستی برای تمام امت در روز قیامت به اجازت پروردگار. چی توصیه میدهی؟ حق شوهر چگونه هست؟ حبیب خدا چی گفتن خواهر عزیز گفتن شوهر کن، خوش به حالت. بهترین زن همون زنی هست که شوهر دارد، بهترین جوان همون جوانی هست که زن دارد.
لیکن گو فراموش نکن که لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته ما ادت شکره. حبیبی خدا چی عجیب جمله زیبایی گفتن. میخواهم که این جمله را همه زنهایی که شوهر میکنن در بالای همون صندوقهایی که پر از متریال و کرته و از تمام اشیای دنیا همراه خود دارن، بالای همون صندوقها در همین جمله را می نویساندن. لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته ما ادت شکره. همین شعار کاش که می نویساندن. همون جوابنامه هایی که در قبر می نویسیم به کسی در کار نیست، ایو جوابنامه در ورقای دراز ده بالای صندوقهای دخترتون ده همین جمله را نویسید. این جمله چی معنی دارد؟ این جمله هست که از زبان حبیب خدا صدا داد. رسول اکرم گفتن اگر ای خواهر عزیز از تار سر شوهرت تا زیر قدمش اگر زرداب باشد، چرک باشد، خون باشد، با زبانت اگر تازه کده بیایی، تا حال حق شوهر به جا نآوردی. تا حال حق شوهر به جا آمدگی نیست. برای شوهر بهترین نعمت است. انا این جمله را بالای صندوقات نویسید تا که دختری تو با حق شوهر رسد. دخترها را شینانید. پدرای عزیز، مادرای عزیز، همه میخواین که رفته از سر دکان دخترتون آش خورین، شوربا خورین، بهترین نعمت ها را خورین. میخواین که رفته دخترهاتون خرسند در خانه های شوهر بینین، چیکار کنید؟ در خانه تعلیمش دهید. در خانه فهمانین که بچم که خانه شوهر رفتی دیگر پدر مادر نگو، دیگر اپا و خواهر نگو، دیگر دگانه بازی و طلبه نگو. هر چیزی که شوهرت میگد اجرا کن. انشاءالله بچم به همه نیکبختی های حیاتت میرسی. گفته این نصیحت ها را باید که هر یک پدر مادر کنه. اینجا یک خط دیگر آمده است، میگوید که مرا شوهرم 3 طلاق کرد. این خط در پیش من است. 3 طلاق کرد. و چی خاطر؟ شوهرم دیر کرد دیگر نه آمد، در کار بود از شوهر. از عبیتی برآمدگی شو آمد است، از توی خانه دوگانش رفته است. وقتی شوهر که میپرسش میگوید باز بلند آوازی کرده است، شوهر 3 طلاقش کرده است. ببین و ما باید که هر یک قدم اون پرسیم و با پرسیدن غلام نمیشین کو. پرسیم که شوهر اجازتم نمیدی خانه دوگانم میرم، خانه آچم میرم، خانه اکم میرم، انشاءالله همه شوهرها اجازت میدهند. اگر تو همراه با زبان خوش پرسی، انشاءالله شوهرها هیچ وقت با شما دشنام قبیل نمیدهند. افسوس که همون زنهای میپرسیدگی هم امروز گوییم که از بین همه نابود شدن. دوره های حبیب خدا بود. ببین زنها چکل زنها بودن. پدرای عزیز دیر نشده است، دنیا دیگرگون نشده است، ما دیگرگون شدیم. اینجا دنیا را ما و شما و شرایط ما و شما برای خود دلیل نیاریم. ما خودمان به مسئولیت شدگیم، ما خودمان به اهمیت شدگیم. در دخترهامان تماما توجه نداریم. چگونه معامله میکند کردن میگیرد. عاقبت یکی میشنویم یگان بی حیایی و یگان نامعقولی دختر ما پسان سرها را در سنگ میزنیم که دیگر فایده ما نمیکنه. زیرا از اول علاج واقع پیش از وقوع گفتن. پیش از آن که این دختری ما بی حیایی بی شرمی کند، پیشکی علاج باید ما و شما میدیدیم. میگه دورای حبیب خدا بود. کیسه مشهور از شمس الدین ذهبی را خدا رحمت کنه در کتابش میارد. همه بابی همه احترام شوهر در این قصه را حکایت میکند. من جایش آمده که صحبت میکنم. میگوید که این زن وقتی که شوهر از خانه بیرون شد، گفت از خانه بیرون نشد تا زمانی که من از تجارت برنمیگردم. تجارت رنگی دوبای خیتای در 1 هفته نبود، بلکه پای پیاده 6 ماه و 1 سال میرفتن. گفت از خانه بیرون نمیشوی تا زمانی که من نآیم. زنای فرمانبردار خدا ترس که بود، گفت میلش به جان قبول گفت. از بین رفت شوهر و تجارت. 1 ماه نگذشته که برادرش آمد گفت پدرم در حالت سکرات که صحبت میکنم. میگوید که این زن وقتی که شوهر از خانه بیرون شد، گفت از خانه بیرون نشد تا زمانی که من از تجارت برنمیگردم. تجارت رنگی دوبای خیتای در 1 هفته نبود، بلکه پای پیاده 6 ماه و 1 سال میرفتن. گفت از خانه بیرون نمیشوی تا زمانی که من نآیم. زنای فرمانبردار خدا ترس که بود، گفت میلش به جان قبول گفت. از بین رفت شوهر به تجارت. 1 ماه نگذشته که برادرش آمد گفت پدرم در حالت سکرات مرگ است. بسیار خوب میشه اگه رفته دعای پدر گیری. این دختر گفت برادر عزیز گفت پیغمبر خدا زنده هستند، حیات هستند، شوهرم نیست. رفته کنی از همین معلم بپرس.
از همین حبیب خدا بپرس اجازت میدهد که من برای زیارت پدرم روم. وقتی حبیب خدا را آمده پرسید، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من عیادتها لابیها. همین اطاعت شوهر کردنش بهتر است از اینکه پدرش خبر گیرد. دختر قبول کرد. ببین امروز پدر کسل باشد، شوهر درک ندارد، الکی دختر در خانه آتش است. دویم آمد، از بین یک هفته گذشت، یک کش گریان در آمد. خواهر عزیز گفت پدرم گذشت، در جنازش اشتراک میکنی یا نمیکنی؟ و حبیب خدا را پرس اجازت میدهد یا نمیدهد؟ وقتی نزد حبیب خدا را برادر، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من تشیعها جنازته. بین گفت در همون خانه نشستن و اطاعت شوهر بهتر است که از جنازه پدرش اشتراک کردن. زن قبول کردن، محلش گفتن. از همین بین یک سال گذشت که شوهر آمد. در حال دختر حادثه را گفتن، شوهر گفتن برای چی نرفتی؟ گفت حبیب خدا اجازت نداد. وقتی جوان دوان به پیش پیغمبر خدا رفت، حبیب خدا چی گفتن؟ ان الله قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها. ای جوان عزیز، گفت خوش به حالت که آدم خدادار بوده، بسیار زن مسلمان داشته، بسیار زن خوب داشته، لیکن رو با همون دختر خبر بده که پدرش آدم گناهگار بوده است. پدرش آدمی گویم که خیلی سهو و غلطهای زیاد داشت، لیکن خداوند به خاطر احترام همین زن از برای شوهرش از گناه پدرش خداوند گذشت. ببین، از گناه پدر پروردگار گذشت. به خاطر چی؟ به خاطر که این زن شوهرش احترام میکنه. البته انشاءالله آن پدر و مادر گورش پرنور است زمانی که داماد از او راضی باشد، زمانی که شوهر دخترش از دخترش راضی باشد. شما وقتی همون خانه دخترتون میرین، وقتی مثال شوهری همون خسر و خوشتامن همون در پیش شما گوید که خدا شما را برکت دهد که بسیار دختری خوب برای ما دادی، چند قدر خرسند میشوید، چقدر دیگر. ببین باور که شما قبط گوش میگیرید، لیکن وقتی گوید که یک دختری تنبل، یک دختری لادری، یک دختری چیرکینی، یک دختری گپگردانی، مثال فلان گفتن گیرد، چند قدر وقتی تو ناراحت میشه برای تو پدر و مادری، تو غمگین میشه که دختری من این گناه، که تو باید وقت داشت غمگین میشدی. تو در وقت داشت باید که این دختره نمیگذاشت که لادر باشد و تنبل باشد و چیرکین باشد. باید همه این طرف ها را تو اهمیت میدادی، بعد به این جوان میدادی. امروز تو رحمتنامه میگرفت. از مکتب رحمتنامه من میدادن که 5 گرفته، باور که 1 سال ای خرسندی را دیگر حد کنار نداشتیم. وقتی خسور خشتامم گفت رحمت بر تو، چند قدر خرسند میشوی. برای همین رحمتنامه را گرفتن پدرای عزیز و برادرای مهربان کوشش کنید ان شاء الله همون رحمتنامه را شما میشنوید. و این خواهر عزیز من چی گفت؟ عزیزم میگویم که مقصد یک باری که طلاق دادن بازگشته و 3 طلاق گفتن، این روایت داره، فقط روایتش در دست من نیست. میتوانین که رفته در مفتیات مراجعت کنین، انشاءالله برای شما روایت میابن. لیکن گفتی همون تاجیکای ما و شما پشتانه به سر گیرید. در زندگی بسیار خطری، گویم خیلی چیزی نازک است، بسیار اهمیت دهید. انشاءالله همین احترام شوهر را کنین، شوهر خواهی نخواهی احترام شما را میکنن. دوست می‌دارم که در همه عائله احترام شوهر و احترام زن وجود داشته باشد. انشاءالله از بین اینها بعد چی میشود؟ فرزندای خوب به دنیا می آید. و الا اگر در بین شما این گونه جنگ و جنجال و طلاق کردن و نافهمی ها باشد، یقین است که از وجود شما فرزندای خوب به دنیا نمی آید. خواهر عزیز، انشاءالله از این